راجع به ترک حله و تا جایی که من یادمه حسین تویی فکر می‌کنم از 6 7 ماه قبل پلنشو چیده بود. حداقل یه ماه خورده قبل که بیشتر کمتر با من صحبتشو کرده بود. من ورسمو بلافاصله براش فرستاده بودم. حتی من رو ماکت بیتم ورسمو زده بودم. حسین تویی کورس زده بود. حتی رو ویدیوش هم با آکیو صحبت کرده بود. آره همه جزئیاتم چیده بودن. ما اومدیم پیشنهاد دادیم که یه آرتیست نسل 4 دیگه هم باشه تو پروژه که این طرف میدونی اون پیونده به قول گفتنی محکم‌تر بشه. دیگه من نهایت کاری بود که تو اون پروژه دستم برمیومد انجام دادم. الان اتفاقی که افتاده من شدم آدم بده رپ فارسی که من دارم جلوی پیشرفت نسل 4 رو میگیرم. یه عده دیگه با مظلوم نمایی عوض شده قضیه. میدونی اگه من می‌خواستم این کارو بکنم که اصلا این پیشنهاد نمی‌دادم. دستاوردهایی که تا الان داریم بچه‌ها یه شب من بهش نرسیدم. با کمک دیگران بهش نرسیدم. پس حق بدید به من که خودمو دخالت ندم تو اتفاق و تو بچه بازی که داره اتفاق میفته رپ فارسی. اول کریر مسیر ما جلو بوده. هیچ جای مسیر ما هیچ همخونی با مخاطبایی که از قدیم دنبال میکنن منو همشون مشرفن به این قضیه. میدونن که من داستانم چطوره. آرتیستای دیگه هم میدونن. پس من حق بدید که خیلی از کارا رو انجام ندم، وارد خیلی از بچه بازی‌ها نشم.